محمد جان یک قصه نوبتی پیشکش شما میکنیم درباره کونته ها. دو تا کونته مصلحت میکنن که باید کودکدار شه، هر دوشان از سحر تا بگره ایشیشه همه خیلی هیله بازی میکنن، خیلی وقت میگذره، ماه میگذره، کودکدار نمیشن. کسی سوید میتشونه که پیش یکان زنک برین مسکت کنین، سرگت نکنین، خیلی زنک اسمینه هست کنین بگو شو کودکدار شو کودک بگیر اختار مسئلت رو میکنن. یکان زنک میوان او گورید میکنن پول مول میتین، خلاصه همون زنک تیلا رو میکنن، زنک خامیله دار میشه، برنیسه میبنشه، تولد میکنه دیگه. یاد زنگ میزنه، او زنک زنگ میزنه که شید تولد شید، بچه شیده دیگه. یک کونته ها دیگه گروه پشان جمع میشنن، ماشین لنته کسی کسه برنیسه میبیان، هر دو کونته میزنه میگن او کودکی ما رو بیان نشانته در هوی میکنه. از 100 تا کودکی همه گریه داره وقت و چیخ، یک کودک خبه یا هم در آمد ستره پول مول میتین میبرن کودک بیانید میگه ما بینیم دیگه خرسندی را با همون کودک خب میگیرن میبیانن پیش جو. این دو کودک میبینن حیرون میشن، این زندگی که حیرون میشن. طرف میسستره میگه چی با همون کودک ها گیریه داره، این گیریه نداره. گفته خدازده همون سازکر ای کونش بگیر آوازش میره، گیریهش میفهمید. من از این ویران منزل و کجا روم سراغت، تو همان شب نوری من همان سوخته چراغت. من از این ویران منزل و کجا روم سراغت، تو همان شب نوری من همان سوخته چراغت. رفتی از پایی بهودگی ها، من همانا واپسی امیدوارم. تو نگفتی آخرین حرفی دلت را، از سکوتی تو رسید عالم بکارم. تو نگفتی آخرین حرفی دلت را، از سکوتی تو رسید عالم بکارم. یا پیغام اینا میشه محمد ایمان کی غریبی به همه شما تنصیحاتی خانه آبادی. ما قرار داریم در مکتب رانندگی. از شهروندا خواهش میکنیم که مکتب ما آماده درس عبرت بگیرن.